داشت محمد، واقعا ویدیوات خفن بود، خیلی دوست داشتم. حتما از این ویدیو برای من بفرست. بخواستم بهت یه چیزی بگم. فردا خونه با هم بریم بیرون. داره چیکار میکنه؟ سلام پسر خاله. سلام. این چیه دستت؟ چقدر قشنگه. چند خریدی؟ یادم اومد این TNT تو ماینکرافت داره. آره، این TNT هم تو ماینکرافته. فقط فروشنده میداد 530، من خریدم 500. ولی واقعا قشنگه. حالا بپرس پولش از کجا آوردم. حالا پولش از کجا آوردی؟ حالا 530 هم چیزی نیست. منم دارم برم بخرم. پولش از اون پولای تو برداشتم که تو جعبه تفنگت بود. از اونجا برداشتم. از کجا؟ اینجا 2,000,000 تومن پول بوده. مگه تو چقدر برداشتی؟ 2,000,000 بود. من 887,000 تومن برداشتم. بقیهش هم دوستامو مهمون کردم. اون 200 تومن 800 تومن دیگه رو دادم دوستام. تولد یک از دوستام بود، رفتم براش کادو خریدم. دم. من میرم دشویی. عروسکم پیشت بمونه، خرابش نکنی ها. باشه برو، خرابش نمیکنم. اینجا بینم کوچه ها اینا نابودت میکنم. از پولای من برداشتی. بایستا بینم یه فکری زد بزنم. گوشی بیا. علی الو سلام علی، خوبی؟ گانداش علی، یه چیز میخوام بلنگو جاسوس کنم توی یک عروسک یه بچه رو بترسونم. همین الان برام بفرست. رفتم یک لباس شبیهش خریدم، اونو پوشیدم که هرسش در بیاد. دقیقا این اون لباس سفیده یه پسر خالم که دیدیش، دقیقا رفتم این اونو خریدم. الان منتظرم بچه‌شی بیاد ببینه. حالا چون فکر کنم قبل از اون پوشیدم، یادم نمیاد. حالا میخوام ببینه، میخوام هرسش رو دقیقم. سریع بس بلنگور بفرست. فعلا کار نداری، خدافظ. میچزونمت.